این فلان فلان برد من یه جای دور، هرچی داد زدم، فریاد زدم، التماس کردم، فایده نکرد. کیفم دوست علنگو میکشید، سینه بندم کشید، گردن بندم کشید، پولمو برد، عفتمو دزدید، رو ناموسم لکه ننگ گذاشت. اصلا با لغت انداختم زمین، ترس من داشت، گفت نفس میکشی میکشمت، با لگت تو سرم. احال رفت شش منم این خونخوار بلا، این ظالمی بینم، این بی‌انصاف بچه منم من دزدیده. آخ بچه من، آخ عزیز من. خب شد دیگه، بلند شو بفرما، برو کانتری خبر بده. الله راست میگه هاشم آقا، شاید سمک بامبول زده. تو همجا پسته بخور. برو بابا. تازه مگه همش همینه؟ شاید زنگ این بچه از جای دزدیده، حالا اومده دیده نمیتونه قایمش کنه، کلک زد. ها؟ یعنی نمیشه؟ خب حالا چی میشه؟ تو برم شد خبر بده. خب پدر مادر بچه هم لابد تا حالا خبر دادن. وقت چی میشه؟ جونی دلم خودت تالاپ افتادی تو حتیم. تا ثابت کنی یه شوفری و بچه تو تاکسی جا مونده. من شوفرم، تصدیق دارم، دروغ که نمیگم. تصدیق داری؟ تصدیق داری بچه گم شده پیدا کنیم؟ تصدیق چه کار داره به این کارا؟ درست میگه، اما باید خبر که بده. بره بگی چی؟ هر چی شده تعریف کنه. آره دسته گو. بره هر چی شده تعریف کنی؟ تو بخوای بره هر چی شده تعریف کنی؟ پس چیکار کنم؟ آقا جون من، عزیز من، اولا که تو به خودی ترسیدی، تو باورت شد، تو میگی رفتا قبل دیدم، دیونه دیدم، قبل دیدم دیونه دیدم حرف نشد. وسطش قبل کجا بود؟ دیونه چه شرف بزنه میشه؟ این حرفا چیه؟ الان میام. یعنی میگی من چه حرف میگم؟ اما پله. پله چیه؟ پلی چیه؟ پله مگه داره؟ تو گفتی برات شام بیارم. میخوای بری کلانتری؟ بابا جون من میخوام برم شاش کنم. بچه رو به خودت میبری؟ چیکارش کنم؟ با بچه بغل دعوا میکنی، با بچه بغل عرق میخوری، با بچه بغل مسترا میری.